به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در راستای معرفی گروه آذران پوشش شامل شرکت‌های آذران پوشش بسوار و آذران پوشش کانیار، خلاصه ای از پروژه هایی که ما در این سالهای اخیر انجام دادیم به صورت طراحی مهندسی، تامین مواد، تولید و اجرا، که حالا در بعضی از پروژه ها اینها توامان با هم بوده که حالا به صورت مختصر بهش اشاره خواهم کرد، یا قسمت هایی بوده که یک بخشی از اینها رو ما انجام دادیم. ما دسته‌بندی که انجام دادیم و آذران پوشش افتخارش اینه که در زمینه سولفور پیت ها بیشترین رفرنس رو ما در ایران داریم. من اشاره مختصری بکنم. ما آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز 12 رو به صورت EPC انجام دادیم که تامین مواد از شرکت کاربوراندوم هند بود. آجرکاری ضد اسید پیت های با سولفور فاز 17-18 عسلویه رو به صورت EPC انجام دادیم، باز تامین مواد از شرکت کاربوراندوم هند. آجرکاری ضد اسید پیت سولفور پتروشیمی به اصطلاح رازی بود که فقط ما در زمینه تامین مواد به صورت پی فعال بودیم. پروژه آجرکاری ضد اسید پتروشیمی ارومیه هستش که در اینجا به صورت سی فقط بود و ما اجرا رو انجام دادیم. البته باز بخشی از مواد مربوط به شرکت کاربوراندوم بودش. در پروژه های طرح توسعه پالایشگاه عراق به صورت EC کار کردیم، یعنی طراحی مهندسی و اجرا با ما بود. از شرکت نوری انگلیس تامین موادش صورت گرفت. و در پالایشگاه تهران باز طرح توسعه پیت سولفور به صورت EPC مانند پروژه های فاز 12 فاز 17-18 انجام شد که به اصطلاح از مواد شرکت هندی بود. و آخرین پیت سولفوری که انجام دادیم پتروشیمی خدمتتون عرض کنم بوشهر بود به صورت EPC، باز از شرکت کاربوراندوم هند. این پروژه های لیست پروژه های پیت های سولفور ما بود که شامل آجر ضد اسید، لایه عایق حرارتی و ملات برپایه سیلیکات پتاسیم بود. ما در پروژه های اسید سولفوری که اینو مجبورم سریعتر براتون بگم، پروژه های زیادی رو انجام دادیم. آجرکاری ضد اسید مخازن اسید سولفوری که 78% پتروشیمی اروند، آجرکاری ضد اسید داخل برج های جذب و خشک‌کن و مخازن اسید سولفوری که پتروشیمی ارومیه، کاشیکاری ضد اسید محوطه های مختلف در پتروشیمی رازی رو ما انجام دادیم. باز کاشیکاری و آجرکاری ضد اسید محوطه های مختلف سطوح بتونی در پتروشیمی اروند انجام شد. کاشیکاری ضد اسید تصفیه خونه و آزمایشگاه نیروگاه کازرون جزو پروژه های اولیه ما هست در شرکت آذران پوشش. همچنین یکی از پروژه های بزرگ ما آجرکاری، کاشیکاری ضد اسید، رابر لاینینگ و پوشش های رزینی تجهیزات به اصطلاح واحدهای مختلف کوکسازی ذوب‌آهن اصفهان بود که باز طراحی مهندسی و اجرا توسط ما و تامین مواد از شرکت کاربوراندوم هند بود که این پروژه یکی از پروژه‌هایی بود که از پروژه‌های موفق آذران پوشش بود در ایران که در شرکت ذوب‌آهن اصفهان انجام شد. باز ما پروژه‌ای رو به صورت کامل آجرکاری، کاشیکاری ضد اسید و پوشش‌های رزینی و حتی ساخت قطعات FRP در مجتمع مثل نارباقی در واقع شرکت زاگرس مس سازان انجام دادیم. در پتروشیمی مهاباد باز به همین صورت، در پتروشیمی کارون خدمت شما عرض کنم، در پتروشیمی موبین از سالهای زیادی که ما تامین کننده ملات فوران برای دوستان هستیم. ما جدیداً تونستیم بالاخره در مجتمع مثل سرچشمه و مثل خاتون آباد حجم بالایی از ملات فوران رو تامین بکنیم برای اون مجموعه که اجرا توسط خودشون داره انجام میشه و حالا پروژه‌های جدیدی رو داریم که به صورت مواد و اجرا و طراحی مهندسی هم به صورت کامل انجام بشه. ما در نیروگاه بوشهر باز با استفاده از شرکت پاسیفیک هند که باز خدمتتون بگم ما در پتروشیمی مهاباد و پتروشیم و مثل نارباقی هم از شرکت پاسیفیک هند استفاده کردیم. باز سیستم های مختلف ضد اسید در اونجا انجام شد و باز تامین مواد ما در سازمان انرژی اتمی در اصفهان انواع ملات های فوران رو ما اونجا داشتیم.
خدمت شما عرض کنم ما از ابتدای 1400 که اومدیم و تولید رو در ایران به همراه شرکت مواد نسوز پاسارگاز شروع کردیم، پروژه‌های زیادی رو گرفتیم، از نیروگاه بوشهر، نیروگاه مفتح همدان، نیروگاه دوکوه، نیروگاه سهند، نیروگاه فارس که الان پروژه لایومون هست و نیروگاه اردبیل باز پروژه لایومون هست. ما تونستیم خدمتتون عرض کنم در پتروشیمی رازی، در پیت خنثی‌سازی با استفاده از آجرهای انگلیسی و باز ملات فوران تولید در داخل بتونیم به اصطلاح کار ضد اسید آجرکاری انجام بدیم. در پتروشیمی آبادان هم باز به همین صورت آجرهای انگلیسی و ملات فوران تولید خودمون. ما از سال گذشته در صنایع فولاد فعالیت خیلی خوبی رو شروع کردیم، در فولاد دشتستان، در فولاد به اصطلاح شهر کرد و صدرا پروفیل تهران که دو تا پروژه اخیر پروژه لایو ما هست که در حال انجام هست. به طور کامل دیگه طراحی مهندسی، تولید مواد و اجرا توسط گروه ما داره انجام میشه و به اصطلاح این پروژه ها رو داریم انجام میدیم. خدمتتون عرض کنم ما در صنایع شیرم یه فعالیتی رو داریم شروع میکنیم و یه پروژه بزرگی رو در مجموعه دشت ناز در ساری کار کاشیکاری ضد اسید رو داریم شروع میکنیم و خدمتتون عرض کنم باز در پروژه های اسید کلوریدریک پروژه های زیادی ما انجام دادیم. من از پتروشیمی بندر امام، فولاد کاشان، پتروشیمی قدیر، پتروشیمی اروند، پتروشیمی آبادان و اون پروژه های فولادی که خدمتتون عرض کردم تماما بحث پروژه هایی بوده که اسید کلوریدی بوده و من باز به صورت خلاصه کار نسوزکاری های بزرگی هم که ما انجام دادیم خدمتتون بگم تامین مواد در فولاد خوزستان بوده، آجرکاری نسوز برای سکندری ریفورمرهای پتروشیمی رازی بوده، پتروشیمی ارومیه کانورتر و فرنیس شما انجام دادیم، تجهیزات پتروشیمی بوشهر رو نسوزکاری انجام دادیم و همینطور استک و اینسینریتور پالایشگاه گاز بیت بلند 2 انجام شده. به طور کامل رفرنس ما در وبسایتمون هست و صفحه اینستاگراممون که همکاران در کپشن به اصطلاح این ویدیو خواهند گذاشت. متشکرم.